سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از کانال مگاترو. بچه‌ها امروز اومدیم با گیم هایی که قرار تو سال 2024 بیان پارت 1، چون ویدیویی که قرار بریم با هم دیگه ببینیم خیلی زیاده تایمش و 2 تا پارتش میکنیم اگه دلتون بخواد. و پس اگه پارت بعدی میخواید حتما این ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. کانالم ساب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و پس بریم ببینیم که چه گیم‌هایی قرار تو سال 2024 بیان. پس برو بریم. درست گیم‌هایی که قرار تو سال 2024 بیان: آرکید 2 برای پی سی، ایکس باکس سری اس و ایکس هستش. این گیم بازی دایناسوریه. اوکی. بازی شما برای پلی استیشن نبود. لباس داره؟ لباس داره. بچه این هم بازیگر هست که سریع و خشن بازی کرد. اینو نمیشناسم هاشی. ولی بچه دقیقا این جدیدن بازیگر رو دادن خیلی داخل بازی ها میکنن. مثلا فورکر 6 اون شخص از 30 ساله نمیشناسم چرا. خیلی های دیگه. Rise of the Ronin. اوکی، بازی فقط برای سونی و پلی استیشن 5 فقط. یعنی رو 4 نمیتونید اینو بازی کنید. پرچم آمریکا هم بود. چه استایل گوستاف سوشیما طوری داشت. نینجا. اوکی. بچه شبیه اساسا قدیمی است. کشتی تو میتونستی آپگرید کنی، اونو خیلی قدیمی بود. دوز دریایی بودی. شبیه اونه. اوکی، پس شخصیت بازی اسمش رونینه. یه از فکرم میخواد بپره تو آب. دیگه گفتن کپی اساسینه. اوکی، اینا فایتاشه. فایتای بازیه که یه چیز سکیرویی هم داره بچه ها توش. یه سکیرو و سوشیما و از اینجور چیز هست بازیش انگار. میکس ایناست بازیش. اوکی، گیم بعدی رو ببینیم. Lost Soul Iced بازی برای پی سی و PS5 و PS4 هستش. کیفیت خفنی هم داره بازی هاجی. کیفیتش خیلی خوبه این بازی. نایس. بازی عجب گیمیه. نایس. امیدوارم تو فاز الدرینگ اینا نباشه که هست. یکم هست حاجی. فایت با باس فایت و اینا هست حاجی. فایتینگ بازیش تو ناموس مثل اینکه اصلا معلومه این بازی فشاری هست. ولی رنگامیزی و گیمو نها کن چقدر باحال رنگامیزیش. خیلی خفن ها رنگامیزیش. ولی من با این بازی حال نمیکنم. ولی این مپش نها کن چقدر شبیه گاداواره. من فقط تو این سبک بازی ها با یه بازی حال میکنم، اونم گاداواره. یعنی دیگه با هیچ بازی حال نمیکنم. البته چند تا بازی جزئی هم هست، مثلا روم. یه بازی دیگه هم بود، اونم یونانی بود توش. خیلی قدیمی بود. اون بازی فقط حال میکنم ولی این مدلی نه. خیلی تخیلی تو بود. حال نکردم. اساسین کرید رایج. بچه‌ها ولی بازم میگم اگه بچه‌ها ببخشید تبلیغ شده داشتم میگفتم اگه لایکای این ویدیو رو برید بالا قول میدم براتون پارت 2 هم بسازم، چون این ویدیو خیلی زیاده. 15 دقیقه است. ابو اسحاق اساسین کرید جدید از PS5 PS4 و ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس وان. یوبیسافت. عجب آهنگ باحالی. چایی و عراقه بچه‌ها. شبیه بوفه است نه؟ خیلی شبیه بوفه است. چرا؟ کیفشو زد. دیدن کیفشو زد. اساسین کرید؟ اساسینا هن.
فرار میکنم. هیچو کیا عربی میفهمن؟ چی داره میگه؟ شما توسط این شخص تصادف فرار. بچه من کیفیت این بازی هم براتون بردم بالا، بازی این ویدیو رو، و حتی 1080p هم بردم بالاتر، بردم 1440 فکر کنم، نمیدونم حالا، ولی باز اگه کیفیتش کم بود یه ببخشید. بگیم که خدا آسوزه. چی بوی خورد؟ اوکی بچه ها، مرسی این که این ویدیو رو دیدید که گیمایی که قرار تو سال 2024 بیان رو دیدید و دمتون گرم دیگه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و به نظرم که قرار سال 2024 بهترین سال گیمینگ کل تاریخ باشه. پس اگه پارت دوم میخواید حتما این ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید و آره دیگه حرفی نمیمونه. پس تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.